امروز چندمه؟ امروز هاشی دقیقش فکر کنم 16 آره 16 اسفند 1402 چهارشنبه است. بله این من زمین های ارتشه. بله شما تا 2 کیلومتر از این مسافت رو بری تماما این ماشین هاست. بعد ماشین ها تکمیل کامله، همه کاملا میتونم بگن اینا فقط به خاطر این که بازار قیمت نیاد پایین اینا رو عرضه نمی کنن. بعدم تازه میگن ما داریم ضرر میدیم. اینا خودروساز داره میگه ما ضرر میدیم. فهمیدید؟ بیچاره مردم. آره بیچاره مردم. آره نگاه شما. الان حداقل ما 1000 متر اومدیم داخل، درسته؟ حداقل. حالا شما از این ور سمت راست برو بالا بی زحمت. یواش یواش. ببین تماما اینا نگاه کن چه خبره آقا جان. نگاه کن. نگاه کن اصلا شما. حاجی اینجا بالای 20000 دستگاه عرض کنم بله بیش از این حرف هست. خیلی ببین حالا زمینم چون مال ارتش هست خب کسی کار نداره. یه جایی هم هستش بنبسته کسی متوجه نمیشه اصلا. ارتش فقط اجارهش میگیره دیگه، کاری به چیزی نداره. زمین خالی انداخته آره بگیره دیگه. واقعا وحشتناکه. نگاه کن اصلا. اینجا ته نداره آقا. یواش یواش رد نمیشه ها. خب رفتش تویتا جا برای هم دیگه همه جا میره. ببین چه خبره آجا آنا کن. یا خدا چه خبره. این برجک ها بعضی هاشون نگهبان داره. شما اگر یه پهبادی بفرستی یا الیشاتی بفرستی مثلا برای که فیلم بگیری با تیر میزنن. نمیتونم پهباد بزنم. شب بیاد راحت میگیره. شب که حالا آخه مال ارتش اینجا کارای من کار جهادی میکنم. الیشاتو بده من بفرستم. جدی همیشه که اومدیم تو همینجوری پر رو بازی بعد بیاد. آره دیافون چه خبره واقعا. الله اکبره. حاجی اون ورش حالا خیلی حالا میریم اون ور ببین. بله من اون ورش اصلا ته نداشت. من پریروز اومدم فیلم گرفتم. آره فیلم ها بذاری شب توی مجلسی. آره بریزه. من البته دیروز صبح برای آقای علی آبادی وزیر فرستادم. آره که در جریان قرار بگیره ببینه چه خبره توی مجموعه. این آقای تیموری که میگن آقا آدم بسیار فعال و خوبیه و پاک دسته و فلانه و اینها مدیر سایپاس دیگه. اینا همه رو مال تولید سایپاس. حاجی آدم مدیر خوب سر کار نمیکنه. ببینید اینا کن همش مدیر خوب باید بشینه تو خونش میشه. مدیر سلامت جایی نداره توی سیستم. حاجی داری میرسیم نگهبانی. آره بریم حالا بریم. حالا جالب این فیلم الان پخش کنیم ما دیگه یه حراستی ها اینجا فعال میشن.